برای اینکه IPv6 رو روی آیفون فعال کنید وارد این سایت میشیم که آدرس سایت رو تو کانال براتون میذاریم. تو بخش APN ترجیحاً بزنید MTN اگه ایرانسل هستید. اگه همراه اول باشید MCI بزنید، MCI کوچیک، و اگه رایتل باشه یه دونه رایتل خالی اضافه کنید. بعد یه کمی هم پایین یه دونه گزینه هستش IPv4 and IPv6، اونو فعال میکنیم. اون باکس آبی رو میزنیم تا دانلود بشه. دانلود رو میزنیم و تموم شد میدیم تو تنظیمات، بخش جنرال، میایم پایین یه دونه VPN and Device Management هستش، اونو میزنیم. اون فایلی که دانلود کردیم iOS یه پسوند چینی هم داره، اونو بالا سمت راست اینستال، بعد رمز موبایل رو میزنیم، باز دوباره اینستال. بعدش یه مرحله برمیگردیم عقب، میریم تو بخش سلولار. از تو بخش سلولار میایم تو سلولار دیتا نتورک، میایم پایین ریست ستینگ رو میزنیم. بعدش این که ریست شد مجدد یه بار دیگه میزنیم که اطمینان کنیم ریست شده. بعد اون بالا APN رو هر چی که تو سایت زدید وارد کنید. مثلا من زدم MTN، میذارم MTN بمونه.